دریچه‌هایی باز کنید به تعداد مثلا آقا همین هواکش کن روبروی آب باشه، حالا دوره از کف زمین کف زمین یه دونه 30 کوچیک ببین گازو وقتی هواکش رو جمع می‌کنه گاز خارج مثلا چند تا بذاریم. ببین همین تعداد الان 8 تا هواکشه دیگه 8 تا به تعداد 8 تاش بذاریم که وقتی که هوا رو میکشه مستقیما خارج بشه گاز. یعنی از این واسه اندرسی همینجا. مثلا ببینید یه سری بیماری هست که مثلا گله به اسهال میفته کلا فضا خیسه این سریع بتونه خارج بکنه. شما مثلا فصل سرما یا جوجک مثلا دوره‌های کمتری این دریچه رو میتونی ببندی ولی یک دوره‌ای بشه که این دریچه مثلا تو فصل گرما این دریچه ها بتونن باز بمونه مثلا مثل الو آقای سارانی منو بازدیدم یه دریچه‌ای کوچیکه دیگه نمیخواد دیگه سرتا چیزی نمیخواد بذاره. مثلا یه ورودی مثلا ورودی تنگی باشه خروجی گشاده باشه نه به همینجوری من میتونم اندازه بگیر اون 90 بگیر هم اندازه هم باشه که بتونه قشنگ منظم بتونه خروجی بشه از اون ورم از زیر چیز داشته باشه. بعد حالا ما میگیم مثلا آقا حیوان چیز جکوجونه ولی داخل نیاد توریای فنسی هست شبکه‌ای می‌کنیم پیچ می‌کنیم قشنگ اونجا دیگه فصل سرما موقع بگیریم